سلام عزیزان. امروز مواد شیرینی نارگیلی رو دارم. برای تهیه شیرینی نارگیلی نیاز به 3 عدد سفیده تخم مرغ، 150 گرم پودر نرم نارگیل، 300 گرم پودر قند، 1/4 قاشق چایخوری وانیل و مقداری پودر پسته یا خلال پسته داریم. 2 قاشق غذاخوری از پودر قندمون رو داخل سفیده تخم مرغ میریزم و اونو هم میزنم. زمانی که به این شکل در اومد بقیه پودر قند و وانیل رو اضافه میکنم و دوباره هم میزنم تا پوک و سفید بشه. وقتی به این شکل در اومد که سفت شد، پودر نارگیل رو به اون اضافه میکنم و با قاشق هم میزنم. سینی رو مقدار کمی چربش میکنم. مایه شیرینی رو داخل قیف میریزم. و بعد داخل سینی فر شکوفه میزنم. سایز شیرینی ها دست خودتونه، کوچیک بزرگیش. در ضمن اینو بگم که فر رو از قبل حتما روشن کنید که گرم بشه. بعد با خلال پسته یا پودر پسته روی شیرینی ها رو تزیین میکنم. من از خلال پسته استفاده میکنم، تیکه های کوچیکی از پسته. بعد شیرینی رو داخل فری که از قبل گرم کردم با 175 درجه سانتیگراد روی طبقه وسط برای مدت 5 تا 7 دقیقه میذارم تا بپزه. همینجور که میبینی شیرینیمون آماده شده بعد از 6 دقیقه و پشت اون خیلی کم رنگ باید رنگ بگیره. دوستان عزیز، شیرینی نارگیلی آماده شده. یه شیرینی راحت و خوشمزه. خدا نگهدارتون.